سلام و وقتتان بخیر. به خبرهای خوب این هفته خوش آمدید. اداره ملی تنظیم آب میگوید که کار سروی بند وطنگتو در لغمان تکمیل شده و کار عملیان به زودی آغاز می شود. نظام الدین خپلواک سخنگوی این اداره گفت که بند وطنگتو یکی از پروژه های بزرگ اداره ملی تنظیم آب است که به هدف مدیریت بهتر آبها، تولید برق، کنترل سیلاب های موسمی، تقویت منابع آبهای زیرزمینی، محیط زیست و فراهمسازی کار برای مردم در ولسوالی الیشنگ ولایت لغمان ساخته می شود. بانک انکشاف آسیایی به ارزش 592 هزار دلار آمریکایی وسایل زراعتی را با کانال ننگرهار کمک کرد. مقامات گفتند با آغاز این وسایل کانال ننگرهار پیشرفت زیاد خواهد کرد و کارهایشان نیز سریع خواهد شد. بانک انکشاف آسیایی گفته است که این کمک ها به منظور احیای پروژه کانال صورت گرفته است. اداره ملی تنظیم امور آب اعلام نمود که کار عملی بخش دوم پروژه کانال ارچی جدید در کندوز به شدت جریان داشته و بیش از 40% پیشرفته است. مسئولان در این اداره میگوید که پروژه مذکور به منظور مدیریت بهتر آب و نیز افزایش زمین‌های زراعتی در ولایت کندوز عملی می‌گردد. بر اساس معلومات اداره ملی تنظیم امور آب با تطبیق این پروژه بیش از 3600 هکتار زمین زراعتی تحت پوشش منظم آبیاری قرار گرفته و در حدود 8000 تن از آن مستفید می شوند. وزارت زراعت و مالداری در نظر دارد در جریان سال روان مالی 420 مزرعه نمایشی سویا ایجاد کند. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت گفته است که این مزرعه ها در 17 ولایت کشور ساخته خواهد شد. او افزوده کار ساخت این قطعات نمایشی در حال اتمام است و از این تعداد ساخت 21 قطعه نمایشی در ولایت های هرات، ننگرهار، پکتیا، کاپیسا، بغلان، بلخ، جوزجان و فاریاب به پایان رسیده است. شماری از عالمان دین در حوزه شرق کشور در یک گرد همایی در شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار به نیروهای امنیتی و دفاعی که در جنگ با طالبان زخم برداشتند خون اهدا کردند. این عالمان جنگ جاری در کشور را نکوهش کرده و از طالبان می‌خواهند که دست از جنگ برداشته و به آتش بس تن دهند. آنان در گرد همایی با اعلام پشتیبانی از نیروهای امنیتی میگویند در هر قدم در کنار نیروهای خود خواهند بود. اداره ملی تنظیم آب میگوید کار 3 کانال آبیاری در ولایت سمنگان پس از تکمیل شدن به بهره برداری سپرده شد. نظام الدین خپلواک سخنگوی این اداره گفته است که این کانال ها از سوی اداره ملی تنظیم آب به کمک مالی اداره توسعه بین المللی آمریکا به هدف مدیریت بهتر آبها، آبیاری زمین ها و فراهمسازی کار برای مردم محل ساخته شده است. با گفته خپلواک کانال های ایبک کهنه و چوغی که 27.78 کیلومتر طول دارد 3420 هکتار زمین زراعتی را آبیاری و 32700 تن از آن نفت می‌بردارند. چندین پروژه به ارزش 40 میلیون افغانی در ولایت لغمان تکمیل و به بهره برداری سپرده شد. انجینیر شاکرالله شاکر رئیس مهاجرین لغمان میگوید این پروژه ها از سوی مؤسسات بین المللی تکمیل گردیده است که در اقتصاد این ولایت رول مهم را ایفا خواهد کرد. اداره زراعت و مالداری کنر میگوید که تولید عسل این ولایت به شکل بی سابقه افزایش یافته است. رئیس زراعت و مالداری کنر گفته که به دلیل آب و هوای مناسب و بارندگی به موقع محصول عسل در کنر تا 5% افزایش یافته است. او افزوده است همکنون در بیش از 30 ولسوالی در 10 فارم زنبورداری هفته‌ای 500 کیلو عسل تولید می شود. زنبورداران کنر میگویند با آنکه تولید عسل در این ولایت خالص است اما به دلیل واردات عسل بی کیفیت و پایین بودن قیمت عسل وارداتی بازار داخلی به جای محصولات وطنی شاهد حضور پررنگ عسل تقلبی وارداتی است. کار ساخت یک کانال در قندهار آغاز شد. مقامات گفتند این کانال 1640 متر طول دارد و به طور اساسی به ارزش 15 میلیون افغانی ساخته می شود. مسئولین شاروالی قندهار گفتند پروژه های دیگری را نیز روی دست دارند. کار ساخت یک باب مسجد در ولایت میدان وردک تمام شده و به زودی به بهره برداری سپرده خواهد شد. مقامات گفتند این مسجد در 2 منزل ساخته شده و تمام ملحقات ضروری را دارد که از سوی شرکت بنای انکشاف ملی ریاست جمهوری ساخته شده است. این بود خبرهای خوب این هفته. تا بعد، خدا نگهدار.